از 8 تا 10 مای طوفان چنگ و غبار در نظر است. агентии об و هواشناسی کشور خبر می‌دهد که از 8 تا 10 مای در تاجیکستان طوفان سخت چنگ و غبار در نظر است. شمال تا 15-20 متر ثانیه می‌افزاید و این باعث بد شدن صفت هوا در سراسر جمهوری می‌گردد. اینچنین افزایش نظرات چنگ و کنسنتراسیای ذره‌های ضررآور به اتمسفر در نظر است که می‌تواند باعث اوج گرفتن بیماری‌های راه نفس و دل و رگ گردند. این مخصوصا برای کودکان، پیرسالان و آنهایی که گرفتاری بیماری مزمن میباشند خطرناک است. علاوه بر این طبق معلومات آب و هواشناسان از 6 تا 7 مای در ولایت سوخت و ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان باران سیل در نظر است. این پدیده‌های طبیعی می‌توانند در مناطق کوهستان و وادی‌ها باعث آمدن سیل شدید شوند. آمده است در اطلاع агентии. پاردیفین هاب هنگام درد سر، درد بوم و دندان ها توصیه داده می شود. پاردیفین از شرکت وگا فارم. پاردیفین هاب را از داروخانه ها پرسان شود.